آوازخوان نابالغ از عربستان سعودی با این ترانه پرچم، شاه و برنامه‌های بلندپروازانه کشورش را وصف می‌کند. آوازخوانی وعد محمد یکی از تلاش‌های سعودی برای نشان دادن پیشرفت کشور است. من برای اون با زبان انگلیسی سراییدم تا به تمام جهان نشان بدهم که وطن من، جایی که من زندگی کرده و بزرگ شدم و تا آخر عمر خواهم ماند، کشوری پیشرفته است و به پیش حرکت می‌کند. با لباس سنتی در بر و آرایشی کامل وعد محمد 18 ساله در ویدیو ظاهر شد. چیزی که سعودی ها تا چند سال پیش انتظار نداشتند. او سال 2012 به صحنه قدم گذاشت و نقش وجده را در فیلم اولین زن کارگردان از عربستان سعودی حیفه منصور اجرا کرد. در این فیلم در سرگذشت دختر 10 ساله نقاب پوش در ریاض حقوق محدود زنان سعودی را نشان دادند. مادرش از پیشرفت دخترش خوشحال است. تصمیم گرفتم به او شانس بدهم. چی بدی دارد؟ البته سعی کرد و شکر خدا موفق شد در فیلم وجده. در امارات متحده عربی جایزه بهترین هنرپیشه را صاحب شد. در سوئیسرا پیروز آمد. با عنوان بهترین هنرپیشه در واشنگتن پیشبری شد. از ابوظبی جایزه افتخاری گرفت. ما او را تا به رسیدن آرزوهایش کمک میکنیم. حالا وعد محمد میگوید از فراهم شدن امکانات نو برای زنان سعودی خوشبخت است و افتخار میکند. در عربستان سعودی تا سال پیش زنان حتی حق رانندگی نداشتند. تغییرات در این کشور محافظه‌کار عربی را حاصل تلاش‌های شاهزاده محمد بن سلمان می‌شمارند که می‌خواهد بزرگترین تولید کننده نفت در جهان را تغییر داده و جامعه آن را باز کند.